سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 30 سپتامبر. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از اولویت‌های کاری حکومت است. او روز 29 سپتامبر در شهر نیویورک گفت در مدت 12 ساله اخیر تاجیکستان به حد مقدار مواد مخدر را مصادره کرد که می توانست اهالی یک کشور 50 میلیون نفری را نشه‌مند و یا معتاد کند. از سال 1995 تا الحال ساختارهای حفظ حقوق ما 111 تن مواد نشه‌آور مصادره نمودند که آن از 206 میلیون و 650 هزار وایه عبارت بوده. می توانست 50 میلیون نفر ساکنان سیاره را نشه‌مند سازند. رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل همین هفته به امریکا سفر کرد. حکومت ایالات متحده علیه گلمراد حلیموف پلکونیک تاجیک که به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوست تحریم اعمال کرده است. مقامات آمریکایی روز 29 سپتامبر گفتند وزارت‌های مالیه و امور خارجه گلمراد حلیموف و 34 رهبر و طرفدار و دیگر مبلغ گذاران گروه دولت اسلامی را به فهرست سیاه خود وارد کردند. افرادی تحریم شده از امکان دسترسی به نظام بین المللی بانکی و استفاده از حساب‌های بانکی خود محروم می‌شوند. گلمراد حلیموف فرمانده سابق نیروهای ویژه وزارت امور داخلی ماه اپریل امسال با نشر ویدیوی گفت که به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. در تاجیکستان علیه او با اتهام زرخریدی و خیانت به وطن پرونده جنایی باز کردند و مقامات تاجیکستان روز 29 سپتامبر آمار نو درباره حضور شهروندان کشور در جنگ‌های خارجی را اعلام کردند و گفتند تاکنون 651 نفر به خارج و به خصوص به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه‌های افراطگرا و تروریستی پیوستند. 651 نفر شهروندان غیر قانونی در بویت‌های مسلح، زدوخوردهای مسلحانه یا عملیات‌های جنگی در حدود دیگر دولت‌ها خصوصاً سوریه، افغانستان، عراق، پاکستان، یمن اشتراک می‌کنند. از همین 651 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان 19 نفرشان زنان تاجیک میباشند. تعداد اویله‌هایی که با مقصد جهاد و اشتراک در صف تشکیلات‌های بین‌المللی تروریستی و اکستریمیستی بیرون از کشور ما میباشند تا امروز 113 اویله را تشکیل می‌دهند. معاون دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان در این باره در نشست در موضوع مبارزه با افراطگرایی صحبت کرد. به گفته مقامات تاکنون تقریبا 150 شهروند تاجیکستان در جنگ‌های سوریه و عراق کشته شدند. دادگاه شهر دوشنبه حکم امینجان گلمرادزاده خبرنگار تاجیک را به تغییر گذاشت که او را با گناه ساخته‌کاری سندها به 2 سال زندان محکوم کردند. در مرافعه دادگاهی در روز 30 سپتامبر تعداد زیادی همکاران و خبرنگاران شرکت داشتند. وکیلان دفاعش میگویند امینجان گلمرادزاده بیگناه است و گفته مفتشان خبرنگار جوان در ازبکستان تولد شده و غیر قانونی در تاجیکستان شهادتنامه تولد گرفته است، ولی همکاران و نزدیکانش میگویند افرادی غرضجو امینجان گلمرادزاده را تا به دادگاه کشیدند. من در همسایگی اونها زندگی کردم. امینجان اصلا در دوشنبه تولد شد. چون که خودتان تصور کنید در اون دوردستی که از سمرقند 200 چند کیلومتر در همون نزدیکی در دشت خزاق زندگی میکنند که اونجا برای تولد میکنند. سازمان‌های مطبوعاتی بارها از مقامات تاجیکستان خواستند گلمرادزاده را که در روزنامه فرش و مرکز تحقیقات ژورنالیستی و چندین رسانه دیگر کار کرده است آزاد نمایند. فرهاد مومینوف کوهنورد جوان تاجیک که چندین قله بلند دنیا را فتح کرده است این دفعه گروهی از کوهنوردان را برای فتح قله کازبک در مرز روسیه و گرجستان رهبری کرد. فرهاد مومینوف در صحبت با رادیو آزادی گفت عزم دارد برای فتح کوههای الپ برود و برای این گونه اکسپدیسیون هم آمادگی میگیرد. صحبت امروزه با فرهاد مومینوف است. به برنامه ما خوش آمدید و نخست میگفتی که چگونه به این اکسپدیسیون شامل شدی؟ بله، تشکر زیاد. با این اکسپدیسیون من با
تکلیف دوستانی که پیش یکچند باز یکدیگر رو میشناختیم و دیگر خانوادگانی که دیگر دولت‌ها هستن ما در دیگر کوه و خط دیگر قله‌ها در دیگر دولت‌ها خوردگی بودیم و شناخت پیدا کردگی بودیم. اما شخصان ما رو با فتح این قلعه کذبه که در سرحد روسیه و کردستان جایگیر شده به نام کذبه که 5300 متر بلندی دارد دعوت کردن و ما با اونجا رفته همچون اولش من فکر کردم که همچون اشتراکچی ما در اونجا اشتراک میکنم اما حسابی که بسیار هم فهمیدن که من تجربه دارم علاقه یک چند سالها شد و یک چند قله‌های بلند جهان را علاقه فتح کردم ما را همچون باز یکی از شخصانی مهم یعنی سردار همون گروه ها جای دادند و من باز با همونجا همچون گویم که پیشگرا هم اشتراک کردم. رهبلت. بله رهبلت بله. و شما به غیر از کوهنوردی با آموزش جهانگردی یعنی توریسم مشغول هستید. از گرجستان که آنجا این ساحت ترقی کرده است چی آموختید؟ بله در حقیقت درست است. بسیار سوالی با مورد است. با وجود یعنی که من با کوهنوردی مشغول هستم و برآمده با قله‌های بلند آن یا این دولت که سفر کنم برایم پیداگذاری میکنم من باز با آموزش ساحه انکشاف ساحه توریسم اون دولت‌ها مشغول هستم. یعنی که من می‌آموزم می‌بینم که چگونه ساحه توریسم در اون دولت‌ها به پیش انداختن یعنی که به پیش رو به انکشاف می‌بردن و بسیار نزدیکی‌های دارد ساحه توریسم از آن جمله برای پیشرفت آن اگر ما فهمیم که در تاجیکستانمون پیشروی کنیم در این ساحه ما باید بسیار نزدیکی توریسم را از دیگر دولت‌های پیشرفته از آن جمله از آن دولت‌هایی که در آنجا سیاحتچیان زیاد هستند نسبت دولت ما باید آموزیم. در تاجیکستان برای انکشاف دادن جهانگردی سیاحی و از جمله کوهنوردی چی کار باید کرد؟ طوری گفتی باید از دیگران آموخت. بله در جمهوری تاجیکستان اگر در عموم گیریم همچون من یکی از متخصصان همین ساحه گفتم میتوانم که امکانیت‌های ما زیاد داریم یعنی که ببینید که جایهای تاریخی زیاد هم داریم جایهای که کوهنوردان اکستریم میگویند با کوه بلند میبرویند ساحه کوهنوردی این جایها را ما لایق میباشیم و عموما گویم از یک بعضی سیاحتچیانی هستند که برای استراحت میآیند جایهای استراحتی خوب هم داریم اما گویم که همین چیزا را کمی دیگر باز هم یک دقت مخصوص به این کارها دادن در کار یعنی که باز هم کار کردن لازم برای صفت همین جایها رو خوب کردن تا که سیاحتچیان بسیارتر بیایند و بسیارتر از جایهای ما رو ببینند و صحبت کامل با فرهاد مومینوف را در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. در شهر دوشنبه شام 29 اکتبر یک کنسرت خیریه برای کمک به کودکان برگزار شد که گرفتار بیماری اوتیسم و یا در خود ماندگی هستند. برگزار کننده کنسرت سازمان غیر حکومتی اراده است که محض برای کودکان گرفتار اوتیسم در تاجیکستان کار میکند. کودکای ما آورده مکتب بسیار قین هستند. برای همین پدر و مادر همین خیلی ایده برآمدن که بید همین خیلی فاندرایزینگ کنیم یا که کنسرت خیریوی یا که با همین دیگر خیلی فاندرایزینگ کنیم که من یک تا مارشروت که گیریم یا که آرنده یا که همین مارشروت که کودکای ما هر روز به ما مارشروت که به مکتب یا که به مرکز بیاید. در خودماندگی یک نوع بیماری است که بر رشد عقلانی کودک تاثیر می‌گذارد و اکثریت این کودکان با اطرافیان بسیار کم ارتباط می‌گیرند. تعداد گرفتاران اوتیسم در تاجیکستان معلوم نیست ولی در مرکز مخصوصی که سازمان اراده تشکیل کرده است این زمان 67 گرفتار بیماری در خودماندگی ثبت شدند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.